سلام دوستان، من امیریکس گیم هستم و امروز اومدم که با هم یه سری سروایول جدید شروع کنیم و این سروایول هدفش یه دونه به دست آوردنه، یا امیرالد یا آهن، فرق نمیکنه. یکی از این هدفها رو باید انجام کنیم و یکی از اینا رو باید به دست بیاریم، یا یه ویلیج پیدا کنیم، یا هم که خب من اینجا چطوری ویلیج پیدا کنم بابا؟ خب بریم مثلا اون سبزا. آخه جای اسپانه. خب یه ذره چوب بزنیم و اولین کاری که میکنیم چوب زدنه. اینم 4 تا چوب. اینم از کرافتینگ تیبل، اینم از کرافتینگ تیبل و اینم از ابزار چوبی. اینم از کرافتینگ تیبل. به اونور چیزه صاف این سمتی. لای 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 لای. وای تو رو خدا این مرا ویلیج باشه. اسب جمعی. این که کره اسب ببرد، این کره اسب کسکل. بعد میروم لای 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 لای. به به خب الان یه ذره باید بریم پای سنگ میکنیم. یو اول پس یو حضرت عباس. خب سنگ بزنیم، هم فرنیس درست کنیم، هم وسایل سنگ خیلی چیز خوبی ابزارش ها توی تستام انجام شده. وای افتادم. خوبه چیزی نشد. اون زغال هست. زغال خب اول کرافتینگ هم بذارم. این از فرنیس. وای چوبم تموم شد. استیکم کمه، چوبم ندارم. باید بریم بالا چوب بزنیم. وای یا بسم الله. وای جونم 2 تاست. خیلی هم گشنمه. زغالا بده. وای نباید از ارتفاعی بیفتم بدبختی بیچاره شدم. خوب چرا ساختیم. اینم از سنگامون برای وسایل.